با نام خداوندی جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرید. با نام خداوندی به اندازه مهربان، نهایت با رحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز میخواهم جواب به سوالهای کامنتر دهم تا آخر با ما باشید. ویدیو رو سر میکنیم. سلام، من زن هستم. من جوگی رو خواب دیدم که او مرا و من او رو آغوش میگیرم. او نیز زن است و باز یک مرد دیگر که او نیز جوگی است و آب میپرتاید و من نیز به او آب میپرتایم و بسیار بدنمود است. من آنها را نمیشناسم. التماس جواب گردانید، من انتظارم. سوال دیگر. سلام برادر، روز سعید جمعه مبارک. در خواب دیدن روز جمعه چی تعبیر دارد؟ سلام علیکم اکاجان، من یک مردم. خواب دیدم که من با عروسم وا میخورم و او گل میدهم، اما او گل را به سرم پرت میکند. این چی معنا دارد؟ من تا حالا خانه‌دار نشده‌ام. من با عروسم یک ماه میشود شناس شده‌ام. سوال دیگر. زن در خواب صندوق پر از سیب سرخ می‌بیند، چی تعبیر دارد؟ این دو سوال‌هایی که در کامنت‌ها با ما ارسال شده است، انشاءالله با امر الله جل جلاله جواب می‌گردانیم. جوابدهی را از خانم می‌بینیم که صندوق پر از سیب سرخ دیده است. اولا ما را ضرور می‌آید که اولا صندوق را تعبیر نماییم، زیرا اصلا زن که خواب دیده است و او نگران است، اولا از صندوق آغاز کرده است و مسائل تعبیر نمودن خواب همین است. صندوق پر فرق ندارد چی چیزی که از مال دنیا داشته باشد، میوگی است، سبزوات است، اشیا است، فرق ندارد. صندوق پر در خواب نشانه بایگری و پیشروی است و صندوق خالی همچون بدبختی و مشکلات تعبیر می‌گردد و سیب سرخ بیان است. اولا من تعبیر سیب رو بیان میکنم و بعد از آن رنگ‌های سیب که کدامش خوب است کدامش بد است و در آخر خلاصه می‌برم. سیب در خواب همچون کسب و کار مزد محنت و تشویش‌ها تعبیر می‌گردد که انسان برطرف کردن می‌خواهد. برای سوداگر سیب تجارت است و برای دهقان زمین. نفری که در خوابش سیب به دست آورده استعمال میکند دچار تشویش‌ها میگردد. سیب شیرین همچون مبلغی پولی با راه حلال به دست آورده شده تعبیر میگردد و سیب ترش نشانه دست به گناه زدن است. چیدن سیب در خواب معنای از شخصی نجیب مبلغ و منتداری به دست آوردن را دارد. مقداری نچندان زیادی سیب‌ها در خواب نشانه به دست آوردن کمی مبلغ است. مردی که در خوابش در مسجد بوی سیب را حس می‌کند برای خود زوجه می‌یابد. زن اگر بوی سیب را در جمعیت دیگری آدمان احساس نماید آبرو و نفوذ به دست می‌آورد. زنی که در خواب سیب استعمال می‌کند صاحب پسر زیبایی می‌شود. البته سیب در خواب اگر سبز باشد دلیل بر فرزند هست و اگر سرخ باشد منفیت از پادشاه است و اگر سفید باشد منفیت از تاجران است و اگر زرد و ترش مزه باشد رنج و بیماری است. اگر ببیند سیب سفید را دو نیمه کرد از شریک خود جدا می شود و اگر ببیند سیب سرخ از درخت چید و خورد دختر برایش متولد می شود. یعنی خواب خانم بسیار خواب خوب است. انشاءالله صاحبی بایگری و نعمت و همچنین خودی همین صاحبی دختر شدن خود یک پیروزی است، یک بایگری است. انشاءالله اگر آیله‌دار باشند صاحبی فرزند می شوند، صاحبی مال می شوند و اگر نباشند هم انشاءالله آیله‌دار می شوند. سوال دیگر. اولا ما رو با روز سعید جمعه تبریک کردم. برادر به شما جمعه مبارک باد و پرسیده است روز سعید جمعه چی تعبیر دارد. البته این شخص بسیار شخص صالح است که روز جمعه را در خواب دیده است. البته روز جمعه را خواب دیدن معنای آن را دارد که مشکلی انسان آسان و روزگارش با برکت می‌گردد. نماز جمعه باشد در خواب نشانه خوشنودی، خوشحالی، جشن و معرکه یا دیدار با شخصی دوست داشته و عملی گشتن آرزو و امیدهای شخصی خواب دیده است.
нафаре дигар пурсидааст: ман зан ҳастам ва як зани дугиро чикор мекунам, дар оғӯш мегирам. нафаре ки шахси дар қайди ҳаёт бударо, яъне хо ҷуби аст, хо шинос аст, хо ношинос аст, дар хобаш ба оғӯш мегирад, дар бедорӣ бо ӯ дар робита мегардад. яъне ки агар оғӯш меёфтӣ, бо ӯ дар робита мегирад. мумкин имрӯз бо ӯ бо бихӯрӣ, мумкин ягон ҳодиса шавад, ира худо медонад. нафари дигар хоб дидааст, ба назди дӯстдоштааш гул мебарад ва ӯ гулро дар сараш парк мекунад. аслан гул дар хоб шаҳодати осудагӣ, фароғат ва вохӯрӣ бо шахси дӯстдоштаи худ аст. чидану шикастани гул дар хоб ҳамчун амалҳои нодуруст табдил мегардад. боз ҷавони азиз, эҳтиёт бош. хулас ин буд якчанд хобҳое ки дар комментария ба мо ирсол шудааст. иншоалло ман бовар дорам ки шумо ба ҷавобҳои хона гирифтем ва қаноатманд шудем. мо ҳам хурсандем ки корҳои шуморо буд кардем. имрӯз ҷумъа ҳама шуморо боз як бор табрик мекунем. тамоми мусулмонҳои рӯи дунё. худованд доиман сарбаланду хонободу пирӯз бошед.